در اینجا چی است؟ برای چی بر زیاد حساب میکنن؟ کی میگوید؟ طلب میکنن برای جیب خود. وقتی که نداد همین حساب میکنن. اکثریت حالت همین است. بسیار دیلای جنایتی وضعی بود. یک کارمند گمرک در 2 سال در یک شهر دوشنبه 20 خانه قرارگاه راهبر دولت دست ندارد. قرارگاه 4-5 تا ماشین های خارجی که از مبلغ 100,000 پایان نیست. حسابی کی؟ دور نمیره. بیتون منیتون میگذارونیم. خانه های کارمندان انداز گمرک بانک را کارمندان بانک به نوار میگیریم. در قلمرو جمهوری چی طرز زندگی؟ ماشینا که تگی پادا هست. حسابی چی؟ حسابی کی؟ 2 سال نشده کار کردنش کارمند گمرک. حسابی کدام درآمد؟ هموطنان عزیز، پیش از ویدیو رو سر کردم با شما یک کانال در تلگرام، در یوتیوب نه، در تلگرام یک کانال رو توصیه میدیم که با نام پلنت بتینگ است که مسیب کش رو در زیر ویدیو در اپسن ویدیو و در جای کامنتر ذکر میکنم و نمرهایی که در روی اکران میبینید در واتساپ شما نویسیم با شما چی کمک میکنند. یعنی که شما در بازی ها کدام کماندا برد میکنند، کدام کماندا بای میدهد. برای شما توصیه میدهد و از شما در اونجا تنها ابونه شدن می‌دارید، ابونه میشه در تلگرامش و برای شما کمک میکند بهترین توصیه ها رو میدهد. ابونه شوید، تنها ابونه شوید. تمام. رحمت کلام. بنابراین حکومت مملکت را ضرور است که وابسته به رشد اجتماعی و اقتصادی کشور در سالهای آخر ضرورت نائل شدن به هدفهای ملی از جمله صنعت کنونی با سرعت کشور و تطبیق کنسپسیون اقتصادیات رقمی سال 2020 کادکس انداز را در تحریر نو تهیه و تطبیق نماید. از حالا شروع کردن در کار. آموزیم ترجمه کشورهای پیشرفته را. راهبر کمیته هر وقت پیشنهاد میکند جناب عالی انا بودجه 400 میلیون بود و حاضر 24 میلیارد شده است. کارمندان اندازه زیاد کردن در کار ما در همه جان نمیرسیم. برعکس کم کردن در کار. برعکس با سیستم های نو، سیستم های الکترونی رقمی، بس یکی ساختار سیستم حاضر زمان پیشرفته در کار است. متدای کهنه تمام. حاضرین محترم، نقش مقامات گمرک در حمایه صاحب اختیاری و امنیت اقتصادی، حیات و سلامتی انسان، حفظ محیط زیست و ارزش‌های فرهنگی کشور، همچنین حمایه حقوق و منفعت‌های دولت و اشتراکچیان فعالیت اقتصادی خارجی جمهوری تاجیکستان مهم میباشد. این 5 پایان روی راست صدها ماشین های پربار برای قاچاق هزارها تانه بار را میگذرانند. فقط برای جیب راهبری گذرگاه گمرک سرحدات خدمت میکنند. کی مال میبرد؟ اما در 66 ساعت این 3 روز اگر میوه سبزوات زود ویران شونده، مالای زود ویران شونده باشه، در اونجا علاقه در همون گذرگاه میگیم که صفتش بد میشه، دیگر به هیچ کس در کار نمیشه. یا اینکه واردات کننده 126 ساعت، این چه روز میشه حساب کنید؟ بازار مالا نگاه نمیکنن، نمیکشاین حتی در داخل مال چی است. کارمندی گمرک 100,000 وضع 60 تن است. راههایی که میلیاردها خراجات کرده ما راههای نو بنیاد کردیم با عیب کارمندان گمرک و نظارت نقلاتی وزارت راه
از کار زود برآمده ایستادند. 65-80 تن از کلمه، از دیگر میت 80 تن، 60 تن بار، 20 تن وزن ماشین، 80 تن. حالا که نرمه های بین المللی است. ما بار مثلا دستگاهی وای میرن 20 تن زیاد نمیگیرن، 1 کیلو زیاد نمیگیرن از اروپا تا دوشنبه 1 کیلوگرم. این بازاری شخصی گمرکچیان درآمد ماشین نمیگه که چند میلیارد در داخل کانتین ماشین بار است، 100,000 اسپار باید اینجا بعد میاد با بازار میکنن در ترمینال. به نزدیکی از کلمه وارد شوی 3 ماشین را کارمندان امنیت، کارهای داخلی، پروکراتور در یک جایی من داشته سنجش گذراندند. تنها پنهان کردن در حجت یک چیز است، داخل ماشین تماما چیز دیگر. در حجت میخچه، بالت، گایکه. خب در وقتی که میشویند در همه 3 ماشین مال است، متاع است، لباس است. 1.5 میلیون سامانی از 3 ماشین فقط از گمرکی وای کردن. اگر روسیه بگردد 100 سامانی نگرفته است، تلویزیون در نشان میدیم. پاچه آلان دست یافتیم. بخطرش. اینا کار کردیست. از 3 ماشین 1.5 میلیون. و چاره میبینم. چارهای قطعی میبینم. حتی بعضن کثافت از نام فرزندان رابر دولت وای کرده گشته است. خودت پسند نمی کند. حسابات نمیتید. سلامت نمی کند. رابر ترمینال شد. رقم ماشین ها را ایواز میکردگی. یک رقم گذرگاه کامera سیانکا میکند. میگذراند. نامری ماشین گذشتگی را میگیرد. قفا را ماشین وای دویم و سیم ده. همین ماشین بگذشت. در اصل 2 ماشین میگذارد، لیکن وای 1 ماشین. این یک نمونه است. در دیدبانگاه مالی وارد گشته، بقیه گرفته شده، بعدی رسیدن بار در شهر دوشنبه و سایمونگ زبان یک کرده، حجتات در دیدبانگاه دیگر کرده، ارزش مال و باج گمرکی کم کرده میشه. چی خیلی که خواه نم خیلی نرخ میمونه. چی خیلی خواه؟ ترمینال ها کارمندی گمرک. راه دیگر این حجت‌های مالی صادراتی داخل شونده کارمندان دیدبانگاه با زبان یک نمودن با صاحبی مال، ارزش مال و باج گمرکی کم کرده میشه. سال 2018 وقتی که همین حادثه بود، وزارت کارهای داخلی و خدمات گمرک نقشه همکاری تعیین نموده برای پیش راه قاچاق را گرفتن در شاهراهای درآمد کشور. بعد دیدبانگاه‌های گمرکی 8 دیدبانگاه بازرسی دولتی اتومبیل گذاشتیم. حجت‌های بار داخل شونده بقیه گرفته شد. در نتیجه چندین قانونشکنی‌های این ساحه معین کرده شد. پیش راه قلبکی ساختن حجت‌ها بعدی رسیدن بار به صاحبان قسمت گرفته شد. مثال سابق سردار دیدبانگاه 5 پایان رجب‌زاده عارف ماه سپتامبر سال 2018 میخواست در 3 شبانه روز 1025 تن شکر را بی پرداخت باج گمرکی وارد نماید. 1025 تن. بعدی دستگیر نبودن این مقدار شکر مبلغ 1,250,000 سامانی به بودجه دولت وارد کرده شد. агенти назорати молиявӣ ва коррупсия ягон ташкилоти бор оваранда барои қонунӣ нест. дар ҳамаш 2 сол 3 сол кор мекунанд сардори гумрук дар инҷа навбат дар оҷа ягон нафари корманди мутахассис бесоҳиб нест. 3 сол кор мекунанд аз ҷумрӣ гирифта баромада меравад. бештар кормандони ҳамин сохтор агентии назорати молиявӣ ва коррупсия гумрук андоз бештари онҳое ки ба ин корҳо машғул доранд бениҳоят моликияти зиёд доранд. 3-4 оилаҳо қати маслиҳат мекунанд, ҷудо мешаванд расман. моликияти як қисмаша ба номи оилаи калон меравад, ҷудо мешавад, маслиҳат мекунанд бо оилаи дуюм. ҳамин хел мо дастгир кардем як гурӯҳ
حتما با کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان تغییرات و علاوه وارد کرده شود. کارمند گمرک صرف نظر از کدام گذرگاه میگذرد در نزد قانون باید جواب گوید. عموما در خدمت دولتی دیگر راه داده نشد. جنایت صادر کرد نزد قانون باید جواب. در فرودگاه کارمندان گمرکچیان تا حدی که کیسه هر یک شهروند خارجی آمده را با درجه کافتکاو میکنند که کدام سیاح به جمهوری تاجیکستان وارد میشود. در بسیار دولت‌های خارجی عموما نسبت به واردات اسعار یگان طلبات ندارند، برآوردن وای میکنند. حتی بانک‌های بعضی دولت‌ها در وقت صادرات مبلغ‌ها را با تاریخ رسمی قبول میکنند، لیکن در وقت برگردانیدن گرفتن بعد طلب میکنند که بیار دکلاراسیون. یعنی مبلغ در همون بانک بماند، در همون کشور. چند نفر معاین کرد. مثل ماشینی که آخران در خدی بدخشان در راه در کومه دستگیر کردن، غیر کریم و خورشید دیگه معاینات دیگه همه فشار آوردن که سر تیتان کارمندان سردارای ریاستات، یعنی همه مشغول است. ساحه را تقسیم کرده گرفتگی مشروط را. کجا را نگاه میکنید شما؟ صدها میلیون میلیارد رفته ایستاده است. میگه بودجه اجرا نمیشه. آموزگار 10-12 ساعت روزی دراز وای میکنه 700 سامان بگیره.